دوست عزیز و بیننده گرامی، امروز تماس گرفته بود با من که گویا در مجلسی در آلمان که تعدادی از عزیزان در اونجا جمع بودن، یکی از نزدیکان جناب استاد سادات در اون مجلس گفتن که گویا من از استاد سادات و از حکمتیار معذرت خواهی کردم به خاطر اون برنامه‌هایی که ما در نقد سخنان ایشان داشتیم. در اینجا چند نکته رو میخوام واضح کنم خدمت شما عزیزان. اول اینکه ما کلیپ ها رو آفلاین کردیم و حذفش نکردیم، دلیت نکردیم، پاک نکردیم و فقط اینکه فعلا پخش نمی شود، نه به خاطر این است که ما از موضع خود عقب نشینی کردیم یا آنچه گفتیم در برنامه ها در نقد جناب آقای حکمتیار اشتباه بوده، بلکه 100% به آنچه که در نقد گفته های ایشان، کتب ایشان در برنامه های مختلف من داشتم و جناب استاد فاتح و دیگر عزیزان، همه اینا 100% واقعیت است و ما تدینا این رو گفتیم و 100% اعتقاد داریم. این عقیده ماست، این مذهب ماست، این دین ماست. هیچ وقت از یکی از آن سخنانی که در نقد حرفها و کتابهای ایشان گفتیم عقب نشینی نکردیم و نخواهیم کرد. اما بنابر مصلحتی اومدن به دست و پا افتادن، عذر کردن، زاری کردن نزدیکان ایشان، عزیزانشون، که لطفاً اینا رو خیر است پاک کنید، فعلا پخش نکنید. ما سعی میکنیم که شما مستقیما با جناب حکمتیار صاحب صحبت بکنید و این موضوع رو حل بکنید. قضیه عذرخواهی هرگز نبوده و نیست. هیچ وقت ما از حق عذرخواهی نمی کنیم. اما محمد انصاری اگر یک وقت اشتباهی مرتکب بشه و یک اشتباه علمی رو بیان بکنه در برنامه، من هیچ ابایی ندارم که بیام معذرت خواهی بکنم. ما از شیعه معذرت خواستیم، کلیپی رو پخش کرده بودیم، اشتباهی بود، اشتباه علمی بود در اون کلیپ رو هم دلیت کردیم، پاک کردیم و عذرخواهی هم کردیم از بینندگانمون. ما حق رو ولو این که بر علیه خودمون، بر علیه عزیزانمون باشه، میگیم. حق است و هیچ وقت به خاطر حق عذرخواهی نمی کنیم. این که حکمتیار صاحب در صحبت‌هاشون در شرح بخاری در تفسیرشون اشتباهات فاحش علمی دارن، مخالفت با قرآن و سنت دارن، مخالفت با اجماع علمای امت اسلام دارن، این یک واقعیت است و هیچ کس این رو نمیتونه انکار بکنه. یک موضوعی که مرتبط میشه به همین قضایای امروز امت اسلامی رو من خدمت شما بیان بکنم. برید در تفسیر سوره اسراء، سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، برید در تفسیر همین آیه در تفسیر جناب آقای حکمتیار بخوانید که چی میگه. میگه که این معراج پیامبر معراج جسمانی و روحانی نبوده. پیامبر در خواب دیده که مسجد الاقصی رفته، در خواب دیده که به آسمان رفته. یعنی این تفسیر عجق وجق از قرآن کریم مگر قدسیت مسجد الاقصی و فلسطین امروز که مسلمانان به خاطر معراج رسول الله صلی الله علیه و سلم فلسطین برای ما مقدس است. بیت المقدس به خاطر اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از اونجا به سفر اسراء و معراج رفتن برای ما مقدس است. شما سفر اسراء و معراج را از بیت المقدس بردارید، چه قدسیتی میماند برای بیت المقدس؟ ثانیاً شیعیان معتقد به این هستند که بیت المقدس، این بیت المقدس فعلی که در فلسطین است نیست، بیت المقدس در آسمان است. و من از کتاب‌های خودشون برید همه کتب شیعه رو بگردید، هیچ کدومشون به این بیت المقدس اعتقاد ندارن. دقیقاً این عقیده آقای حکمتیار است در تفسیر خودش آورده و ما هیچ وقت از حق عذرخواهی نکردیم. جناب استاد سادات
شخصیت بزرگوار، دعوتگر و ما همیشه استاد خطاب کردیم به ایشان. اما در برنامه‌هایشان من یک بار تماس هم گرفتم و انتقادات خودم در رابطه با برنامه ایشان را به صورت فایل های صوتی براشون فرستادم و تا هنوزم احترام خاصی به ایشان قائلم. اما این حقیقت رو باید بگم که ایشان با این موضوع و در ردی که بر علیه من داشتن انصاف به خرج ندادن و یک نوع متعصبانه برخورد کردن که گویا ما دشمنی شخصی داریم. بله، دشمنان جهاد و دشمنان رهبران جهاد و دشمنان امت اسلام و دشمنان. نه 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 دشمنی با جهاد است، نه دشمنی با مجاهدین است، نه دشمنی با سران جهاد است. حق است. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما داشت مطلبی رو میگفت، یکی بلند شد گفت که یا ابن عم رسول الله قال عمر کذا و قال ابو بکر کذا. ابن عباس عصبانی شد. شما چرا مردمی هستید؟ من به شما میگم قال الله قال رسول، شما میگید قال ابو بکر قال عمر. میترسم که سنگ بر بالای شما نازل شود. حق است، ولو که بر علیه ابو بکر باشه، بر علیه عمر باشه رضی الله تعالی عنهما، ولو که بر علیه هر کسی باشه غیر از ذات رسول الله صلی الله علیه و سلم، غیر از کلام الله که از تحریف و تنقید و هر اشتباهی محفوظ است و رسول الله صلی الله علیه و سلم که معصومند. هر کسی دیگه قابل نقد است، اما نباید که نقد ما از دید تعصب باشد، نقد ما با شخصیت پرستی، رهبر پرستی، حزب پرستی باشد. و چه انسان‌هایی که مدعیان حزبی بودن، مدعیان جهاد و مجاهد بودن، که بنابر امان حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که نشانه منافق اذا خاصم فجر، وقتی که این موضوع مطرح شد، این تعصب حزبی و رهبر پرستی چنان آنها را کور کرده بود که از هیچ تهمتی بر علیه من دریغ نکردند و امیدوارم که به خاطر اون تهمتاشون در پیشگاه الله سبحانه و تعالی پاسخگو باشن. یک کسی که خوب منو میشناسه، شماره‌شو دارم در موبایلم، بهشم زنگ زدم، گفتم در پیشگاه رب العزت و الجلال یوم لا ینفع مال ولا بنون، در اونجا تو هم هستی، منم هستم. بعد همین ادعای دروغینی که کردی در برنامه استاد سادات، تو رو همونجا در پیشگاه الله سبحانه و تعالی محاسبه میکنم و استاد ساداتی که به تو اجازه داد که این تهمت ها رو بدون دلیل بر علیه من بزنی، اون رو هم محاسبه میکنم. یک بار اومد گفت که نمیدونم به من زنگ زده بود، گفته بود که به کانال من کمک بکنید. دروغ. والله الذی لا اله الا هو، دروغ میگه. من در زندگی به هیچ کس زنگ نزدم که به کانال کمک بکنید و زنگ نخواهم زد. این واجب مسلمان ها است که به برنامه دعوی کمک بکنن، نه اینکه مردم زنگ بزنن به کسی که کمک بکنه. چند بار پشت سرم تماس گرفت استاد چم رو خدمت استاد. بعد گاهی اوقات من بعضی از انسان ها رو تجربه می کنم به خاطر که ببینم چگونه انسان هایی هستم. گفتم خب شما که مادامی که اینقدر اصرار دارید، برای مرکز تعلیمی یک چند پای کامپیوتر برای شاگردان بخرید. مادامی که جدی هستین. همون که رفت تا امروز. حتی شوخی کردم به یکی از دوستان، گفتم خیلی شاله بود که استاد شم رو خدمت تا اینو بهش گفتم رفت. بعضی هستن تماس میگیرن، بله ما شیعه بودیم هدایت شدیم، امر و خدمت چیکار بکنیم؟ میگم فلان کتاب رو بگید تایپ بکن، برداشو برای ما بفرست. میره که میره دیگه، خبری ازش نمیشه. در برنامه دیگر اومد گفت که عطا محمد نور کانال براش وعده کرده بود، به خاطر همین بر علیه حکمتیار اومد صحبت کرد. الا لعنت الله علی الکاذبین، لعنت الله و ملائکه و جن و انس بر انسانی که دروغ میبنده، تهمت میزنه بر دیگران و بر کسی که مجال میده به همچین انسانهای دروغگویی که
بیان تهمت بزنن به یک برادر مسلمان و تو ساکت بشینی، هیچ صدات هم در نیاد، یک پوزخندم بکنی، لبخندم بزنی. این نهایت تعصب انسان را نشان میداد. و نه از استاد سادات من معذرت خواهی کردم و نه از حکمتیار و نه از آن سخنانی که زدم برگشتم. آنچه که بوده حق بوده، حق رو گفتیم. علما، بزرگواران، شخصیت هایی که در نزد من جایگاه خاص و ویژه‌ای دارن تماس گرفتن، بعضیاشون حضوری آمدن، خواهش کردن، گفتن این کلیپ ها رو فعلا متوقف بکنید. ما متوقف کردیم و متوقف کردن این به معنی این نیست که ما از اعتقاداتمون برگشتیم یا اون حرفایی که ما زده بودیم حرفای نادرست است. هرگز حرفمون 100% درست است. آنچه که گفتیم هیچ گونه شک و شبهه‌ای نداریم که بیان حق بوده است و همیشه در راستای دفاع از دین، دفاع از حق، دفاع از قرآن و سنت حرف خواهیم زد، دفاع خواهیم کرد، حق را خواهیم گفت و از هیچ کسی هم نمی ترسیم. والله اومدن که به خدا قسم اومدن گفتن حکمتیار میکشه شما رو، ترور میکنه. این حزبیای دیوانه‌ای هستن که یک گلوله کافی است که شما رو بزنن بکشن. خندیدم. شما عجب جانورایی هستین شما متعصبین رهبر پرستای حزبی. مایی که از ایرانی با اون به اصطلاح دبدبه و کبکبش نمی ترسیم، از آمریکا و اسرائیل و از این همه دشمنان دین که بر علیهشون صحبت کردیم نمی ترسیم. باز اومدیم از شما می ترسیم که امروز رهبر خودتون رو نمیتونید حفظ بکنید. چی هستید؟ کی هستید که شما بیاید کسی رو تهدید بکنید؟ و این نشان دهنده ضعف و بدبختی انسان هایی است که وقتی که در مقابل سخن حق جوابی نداشته باشن بیان چیکار بکنن؟ تهدید بکنن، تهدید به قتل. صفت یهود، زورشان که نرسید تهدید به قتل میکنن. یا صفت منافقین، تهمت زدن. اینا از تاجیکستان پول گرفتن که بر علیه حکمتیار صحبت بکنن. خاک بر سر شما و همون عقلتون، هم کسی که این شما رو اینطوری تربیت کرده و به بار آورده که این به این اندازه احمق هستید شما. من خواهشم از جناب استاد سادات این است که مادامی که اون محبت و مودتی که در بین ما و شما هست به خاطر دین است. من به خاطر دعوت، به خاطر دین، به خاطر غیرت دینی شما رو دوست دارم. والله عاشق چشم ابروی شما هم نیستم. نه کدام خویشاوندی داریم، نه کدام معامله‌ای داریم، نه کدام مادیاتی در بین ما و شما هست. و من هر کسی رو که در راه دین خدمت کرده، زحمت کشیده، فداکاری کرده دوست دارم. پس جلوی این انسان‌های پست و رذلی رو که بعضیاشون از اطرافیان شما هستن و در مجالس میشینن این صحبت‌ها رو میکنن بگیرید. والله برای من دوباره روشن کردن اون کلیپ‌ها فقط یک کلیک، همشو انتخاب میکنم، فقط یک کلیک میزنم، دوباره همش پخش میشه. اما ما با احترام بعضی انسان‌های بزرگی که خود همین حزبی‌ها، نزدیکان، اطرافیان آقای حکمتیار اونا رو فرستادن، واسطه شدن، عذر کردن، زاری کردن که نکنید، خیر از همین شما اینو چیز کنید، حکمتیار صاحب دیگه این حرفا رو نمیزنه. ما اومدیم آفلاینش کردیم، حذفش نکردیم، دلیت نکردیم، هست در یوتیوب، فقط پخشش نکردیم. خاص همون لینک ها، همون برنامه ها. پس صبر کسی رو امتحان نکنید و از خدا بترسید، تهمت نزنید. و من به همون اندازه‌ای که انسان صبوری هستم و در جایی که نیاز باشه قاطعانه از حق خودم دفاع میکنم و این پیام امیدوارم که به جناب استاد سادات برسه که جلوی این دوستان ناباب خودشان را بگیرن که خدای نکرده کاری نشه که فردا شما هم ناراحت بشید و رهبرتان هم ناراحت بشه و رهبر پرستام ناراحت بشن. این هم نصیحت هم یک پیام بود برای کسانی که متعصبن و این تعصب راه ابلیس است.
راه شیطان است. تعصب رو رها بکنید. جهاد کرده، رهبر بوده، هرچی هست، این به جای خود، ما با اون کاری نداریم. ما هیچ وقت از جهاد و از مبارزه و چیزی که شخصی انتقاد نکردیم. نقد علمی بوده بیان کردیم و اشتباه علمی بوده بیان کردیم. دلیل دارید بیایید، قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. و امیدوار هستم که این پیام به گوش ایشان برسد.